خب بریم ادامه کارمون. اینم دیلیت کنیم. اگه این ادیت اسپلاین انتخاب باشه و توی شیپس این تیکه استارت نیو شیپس رو بردارم، اسپلاین جدیدی که ما بکشیم خود به خود میشه جزء همون ادیت اسپلاینی که اول انتخاب بود و دیگه احتیاجی به اتش نداره. مثلا من اگه اینجا یه دونه لاین بکشم و یکی دیگه هم اینجا، الان همشون یه دونه ادیت اسپلاین هستن. ظاهر کار درست کنیم با اسپلاین کریم، اضافه ها رو پاک کنیم. یه دونه ورتکس اینجا احتیاج داره. قبلا گفتیم با ریفاین میشه ورتکس جدید درست کرد. یه راه دیگه هم وجود داره که بیایم توی سگمنت، این سگمنت رو انتخاب کنیم و با دیواید اون سگمنتی که انتخاب شده رو به چند تا قسمت دقیقاً برابر تقسیم میکنه. مثلا اگه دیواید 1 باشه، من کلیک کنم روش، یه دونه ورتکس جدید دقیقاً وسط این سگمنت درست میکنه. اینو انتخاب میکنم. خب اول همه این ورتکس ها رو با هم دیگه ولد میکنیم. کنترل A ولد. واسه این میگم ولد ترشهولد یا آستانه ولد یا همون آستانه جوش کم باشه خوبه. راحت همه رو انتخاب میکنیم و میتونیم اشتباهی چند تا ورتکس با هم ولد نمیشن. خب حالا تک تکشون رو درست میکنیم. حالا این طرف دیگر رو با میرور خیلی ساده قرینش رو درست میکنیم. ما میخوایم در جهت محور X یه کپی میخوایم درست بشه. با آفست هم میشه حاصلش رو کم یا زیاد کرد. بقیه موارد هم جهت های انعکاس یا همون میرور هستن که هر جا لازم داشته باشیم میتونیم ازشون استفاده کنیم. دوباره X اینو میارم اینجا، S اسنپ کنمش به این و دوباره اتچ ورتکس دوتا انتخاب میکنم، فیوز ولد اینجا هم همینطور.